دادگاه در شهر بیشکک اعلام کرد که قرار حبس 4 ساکن اوش را با گمان جلب شهروندان قرقیزستان برای جنگیدن از جانب روسیه به ضد اوکراین صادر کرده است. نام 2 تن آنها روز 23 اپریل اعلان شد. ناتالیا سکرینا کارمند روسکی دام و سرگئی لاپوشکین کارمند حکومت اوش بودند. ناتالیا سکرینا اصلا روزنامه‌نگار بوده، در شهر اوش، بزرگترین شهر جنوب قرقیزستان زندگی میکند. سالهای آخر او در خدمات مطبوعاتی روسکی دام در اوش کار میکرد. باور داریم که حقوق کارمند ما حفظ و امنیتش کفالت داده می شود. امیدواریم که تفتیشات موی را از خمیر جدا می کند. پیش خاطر نشان می کنم که مرکز فرهنگی روسیه در دایره سازشنامه میان روسیه و قرقیزستان طبق قانون عمل می کند. در عکس ها دیده می شود که سرگئی لاپوشکین کارمند حکومت اوش نیز در چاره‌بینی های روسکی دام فعالانه شرکت می کرده است. پس از بازداشت لاپوشکین سوال پیدا شد که چی طور یک کارمند حکومت به چنین کار جلب شده است. این یک هشدار جدی است که ساختارهای دولتی در برابر نفوذ کشورهای دیگر آسیب پذیرند. اوش بزرگترین شهر قرقیزستان یک منطقه مهم استراتژی است و هر گونه تأثیر بیرونه در اینجا همچون تهدید به امنیت ملی ارزیابی می شود. سیاستشناس امیل جورایف میگوید مقامات قرقیزستان از ابتدا شرکت شهروندان این کشور را در جنگ ضد اوکراین جدی گرفتند، هرچند بیشکک در اکثر مسائل به مسکو صداقت نشان می‌دهد. برای کشور ما این یک مسئله مهم سیاسی است. اگر به مسکو هم خوش نآید باید درک کند که ما چنین بی‌عدالتی را قبول نداریم که در کشور ما آدمان مربوط به مرکز روسکی دام شهروندان را به جنگ جلب می‌کنند. دادگاه قرار کرد که گمانبران تا روز 17 ایون در حبس میمانند. اگر گناهشان اثبات شود با اتهام جلب به جنگ آنها را از 7 تا 17 سال زندان انتظار است.